از دوره برقرارسازی بیمارخانه مرکزی ناحیه وسه مدت یک سال سپری گردید. یادآور می‌شویم که 4 اکتبر سال 2021 این مؤسسه تندرستی با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شد. با گذشت یک سال با مقصد شناسایی با وضع خدمترسانی تیبی در این بیمارخانه گروه ایجادی ما مهمان یکچند شعبه‌های آن شدیم. بنای بیمارخانه 3 آشیانه میباشد. در آشیانه یکم بنا ما کارمان را از شعبه کودکانه آغاز نمودیم. در این شعبه 6 حجره عبارت از 24 کت برای کودکان جدا کرده شده است. وقتی نوارگیری 8 نفر کودکان برای طبابت بستری گردیدند. در حجره ها شرایط مساعد زندگی و طبابت مهیا کرده شدند. شعبه های بیمارخانه دوره به دوره تا امروز با تجهیزات های زمانوی معاصر طبی مجهز گردیدند. در شعبه احیاگری همه تجهیزات های طبی نو کرده شدند. در بیمارخانه ما در شعبه احیاگری تجهیزات های نو بسیاری وارد شدند. مثلا دیفیبریلاتور، ایول، مانیتور که کار ما همشیرا را بهتر گرداندند. در چنین شرایط مساعد کاری طبیبان بیمارخانه از حکومت جمهوری میnnadاری خود را بیان کرده گفتند که وظیفه خود صافدلانه به اهالی خدمت طبی رساندن را با مسئولیت بلند اجرا نموده ایستادند. این شعبه عملیات جراحی می باشد. بعد انجام عملیات جراحی صحبت ما با طبیب جراح است. حاضر شرایط بیمارخانه، شرایط حجره جراحی ما، شرایط شعبه تولدخانه، همه قریب همه شعبه های ما حاضر شرایطشون نسبت پیشینه حاضر همه شرایط های ما میرسد. همه تجهیزات های پیش در ما هست که ما دیگه به یگان جا چی نداریم. بیماران ما اول به شهر کلوب، شهر دوشنبه میرفتن. حاضر قرار که همه اهالی ناحیه ما به ما مراجعت میکنن. همه خدمت رسانی در این بیمارخانه مرکزی داریم نمیشه به اهالی. در بیمارخانه برای از معاینه طبی گذاشتن بیماران تجهیزات‌های نوی طبی وصل کرده شدند. دستگاه رنگینی یکی از آنها میباشد که ماه گذشته وصل کرده شده است. در این سمت کارمندان با گذاشتن مشغولیت‌های بازآموزی تجربه پیشرفته کار با چنین واسطه‌های الکترونیکی را خوب از خود نمودند. ما پیشتر دستگاه رنگینی داشتیم که تخمینا 30-40% خدمت رسانی می‌کرد. حاضر باشد دستگاه رنگینی زمانه‌ای آوردن ما 80-90% خدمت رسانی کرده می‌توانیم. پیشتر بیماران رو به مرکز سیل و شهر کلوب روانه می‌کردند. حاضر باشد این خدمت رسانی در همینجا گزارده می‌شود. نوگانی دیگر در ماه سپتامبر در بیمارخانه مرکزی ناحیه این کشاده شدن باز یک حجره نوی عضوی قید گردیده است. بیمارخانه مرکزی ناحیه وسه در برابر طبابت میدان زمین‌های نزد حملگشت با گلبوته‌ها و چمنستان مبادل گردانیده شده است که این به سمت طبابت بیماران نگرانیده شده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.